برای 24 تن از دهاقین پیش قدم در ولایت جوزجان 13 قلم وسایل باغداری طور رایگان توزیع گردید. محمد رحمان ارغندیوال رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان میگوید این وسایل از سوی پروژه ملی باغداری وزارت زراعت به منظور تقویت مراکز زراعتی و باغداری مدرن توزیع شده که قرار است تا برای 185 دهقان دیگر پیش قدم نیز در زون شمال توزیع شود. جوزجان باغات را احداث کردیم. تقریبا 365 جری باغ ما در کمپاین بهاری خود و 284 جری در کمپاین خزانی خود باغ احداث کردیم که این باغ معمولا باغ انگور، بادام، ناک، زردالو و امثال از او از میوه‌جات مثمر بود. در همین حال شماری از دهاقین ولایت جوزجان از توزیع وسایل باغداری مدرن برای باغداران این ولایت استقبال میکنند، اما میگویند که دولت در کنار این همه کمک ها باید در مورد مشکل کمبود آب زراعتی دهاقین نیز توجه جدی نماید. عبدالله، یک تن از دهاقین پیش قدم پروسه انکشافی ولایت جوزجان در زمینه چنین گفت: دهاقین منطقه ما به آب زراعتی مشکلات داریم. اگر وزارت زراعت ایره اگه اجازه داده بتونه یا بده از زمینی اگه استفاده کنیم برای ما مردم مثل سولر از این چیزا توزیع شود، در اون صورت مشکلات آب ما امکان داره کم شود یا رفع شود. جوزجان با داشتن ساحات وسیع زراعتی در شمال کشور یکی از ولایات زراعتی محسوب می گردد که 80% مردم این ولایت مصروف مالداری و زراعت بوده. از اینکه این ولایت منبع آب زراعتی ندارد، قسمتی اعظم این زمین ها بدون کشت باقی می ماند.